دادگاه ولایت مسکو روز 15 مارت سال 2023 با انجام بررسی پرونده پرسر و صدای الکساندر سیومین این شهروند روسیه را با جرم تجاوز و قتل وحشیانه دخترچه تاجیک 5 ساله هویدا طلازاده به 24 سال زندان نظامش سنگین محکوم شد. سیومین از تابستان سال 2018 علیه 4 سال و 7 ماه باز در پس پنجره قرار دارد و باید اکنون 19 سال و 5 ماه دیگر را در زندان سپری کند. پدر و مادر اویدا طلب داشتند که قاتل فرزندشان را حکم قتل یا حداقل حبس عمر بدهند. اویدا ماه یولی سال 2018 در شهر سرپخ ولایت مسکو کشته شد. هویدا طلازاده زاده شهر کولوب تاجیکستان در کوچه تیاگوی شهر سرپخ همراه با پدر و مادر و 2 خواهر و دادرش زندگی میکرد. نیمه دوم روز 22 یولی سال 2018 وقتی او در حولی بازی داشت، مرد بیگانه او را با وعده خریدن یخموس فریب داده با خود برد. جسد هویدا را بعد یک روز از درون یک سومکه کلان در چقوره در کنار راه آهن سرپخ پیدا کردند. طور تشخیص نشان داد قاتل قبل از کشتن کودک به او دست درازی هم کرده است. خود همان بیگاه 23 یولی سال 2018 ساکنان کوچه تیاگووای الکساندر سیومین را در حوله دیده به کارمندان پلیس نشان دادند که قاتل فقط امین بوده میتواند. در نتیجه کوفتکوب با سگ بوگیر از خانه سیومین که در همسایگی عائله طلازاده میزیست لباسهای در آب تر کرده هویدای غور مرگ و یک کفش و یک لختکش را پیدا کردند. تفتیش کامراهای نظارتی شهر نشان داد که سیومین با سومکه که در درونش جسد کودک بود در دوربین دست کم یک کامرا هم افتاده است. الکساندر سیومین 27 سال داشته. مادر او یک آموزگار مشهور در سرپخ و پدرش کارمند بلندپایه حکومت این شهر بوده است. سیومین 10 سال پیش تا یک مدت در پلیس سرپخ کار کرده است ولی بعد اتمام دوره سنجشی وی را قبول نکردند. در جریان تفتیش این پرونده خویشاوندان با نفوذ سیومین تلاش کردند که او را از عقل بیگانه نشان داده از جوابگری خلاص کنند. آنها به پدر اویدا نیز 10 میلیون روبل پیشنهاد کردنی شدند تا که از دعوایش گذرد ولی عبدالسلام سعیدوف این را رد کرد.